سرخط خبرها. افزایش تنش کابل اسلام آباد، واکنش هند و چین، این عملات پاکستان را نکوهش کرد. چین به گفتگو فراخواند. انگلیس را ایجاد کرده به نام کشور اسلامی پاکستان. تاکید بانک مرکزی بر ترویج ارز دیجیتالی در کشور. اسیب‌الله نوری گفت تا کنون بیش از 66,000 کارت دیجیتالی توزیع شده است. مندرس کې دو مخنیوي وشي او د برېښنایي بانکوالۍ په ترویج کې خپل ملي مسئولیت ترسره کړي. و افزایش گمانه‌زنی‌ها از کشته شدن نتانیاهو. دفتر نخست وزیر اسرائیل ادعاها در مورد کشته شدن او را تکذیب کرد. چتر امنیتی که امریکا سالها آن را تبلیغ میکرد اکنون آشکار شده که پر از حفره است. سلام بر شما، با بسته خبر این ساعت میز خبر از آفاق خوش آمدید. امروز یکشنبه 24 مهر 1404 هجری شمسی است که برابر می شود با 15 مارس 2026 میلادی. من فردین سعیدی هستم و مشروع خبرها. پس از افزایش حملات هوایی پاکستان بر خاک افغانستان، هند بار دیگر این اقدام اسلام آباد را نکوهش کرد. سخنگوی وزارت خارجه هند تاکید کرد که باید به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام شود. نصران امیری گزارش میداد. پس از فروکش کردن نسبی تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، پاکستان در چند روز اخیر با افزایش حملات هوایی بر مناطق مختلف کشور به تجدید تنش‌ها افزود. این اقدام با واکنش شدید هند روبرو شده است. دهلی نو با محکومیت حملات هوایی اخیر پاکستان به خاک افغانستان اعلام کرد که این اقدام نمونه دیگر از رفتار تهاجمی ساختار حاکم در پاکستان است که با ایده یک افغانستان مستقل و دارای حاکمیت مخالفت دارد. رندی جسوال سخنگوی وزارت خارجه هند تاکید کرد که باید به حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام گذاشته شود. تنشی که پاکستان علیه افغانستان آغاز کرده، سناریوش در دفاتر استخبارات آمریکا نوشته شده و پاکستان در مقابل گرفتن پول بنگافت هست به آمریکا معذب برای تطبیق همین برنامه است. اما در این میان پاکستان تلاش میکنه حاکمیت خود بالای افغانستان داشته باشه، سیاست داخلی و خارجی افغانستان هم مانند همیشه در اختیار داشته باشه، بخصوص روابط افغانستان با هند تحت تاثیر داشته باشه و پاکستان با اون مقاصد استخباراتی خود علیه افغانستان برسه. همچنین در ادامه تلاش‌های چین برای برقراری آتش‌بس میان کابل و اسلام آباد، سخنگوی وزارت خارجه این کشور بار دیگر تاکید کرد که بیجینگ امیدوار است افغانستان و پاکستان تنش‌ها را کاهش داده، خویشتن‌داری نشان دهند و از طریق گفتگوهای مستقیم اختلافات خود را حل کنند. پاکستان که دیگه حال از مسالمت آمیز و از نشست روگردان است و در به اصطلاح در بحوه تاریخ روی سیاست به مذاکرات تن داده و از تجاوز دست بکشید. از سوی هم در سومین هفته درگیری ها میان کابل و اسلام آباد، وزارت دفاع امارات اسلامی اعلام کرد که در پی حملات انتقامجویانه در امتداد خط فرضی دیورند 4 سرباز پاکستانی در ولایت خوست کشته شدند. همچنین در ولایت پکتیکا نیز یک بازگاه نظامی پاکستان به دست نیروهای امارات اسلامی افتاده است. مردم افغانستان و نظام افغانستان حق داره که در مقابل پاکستان برخورد بسیار قاطعانه نماید تا دیگه پاکستان نتونه که در مقابل افغانستان از این جنایتکارانه استفاده بکنه. در همین پیوند برخواگاهان میگویند که خاموشی کشورهای اسلامی و نهادهای بین المللی در برابر اقدامات پاکستان علیه افغانستان نگران کننده است. آنان تاکید میکنند که باید در برابر این کشور موضع روشن گرفته شود. ما امیدوار هستیم که جهان تکان بخورن و بیدار شوند و علیه تروریسمی که به نام یک کشور ایجاد شده و در این منطقه انگلیس را ایجاد کرده به نام کشور اسلامی پاکستان. گفتنی است که در ادامه تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد، وزارت دفاع امارات اسلامی پیشتر از کشته شدن 14 سرباز پاکستانی و زخمی شدن 11 تن دیگر و نیز تصرف یک بازگاه نظامی پاکستان توسط نیروهای دفاعی کشور در امتداد خط فرضی دیورند در ولایت‌های کنر و ننگرهار خبر داده بود.
مسئولان محلی بدخشان اعلام کردند که در یک رویداد ترافیکی در مربوطات این ولایت 5 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخم برداشتند. به گفته مسئولان این رویداد حوالی ساعت 5 صبح امروز در پی منحرف شدن یک موتر نو لندکروزر از جاده در منطقه آویز ولسوالی شهر بزرگ این ولایت رخ داده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در سال روان راهبرد ترویج ارز دیجیتالی از سوی ریاست الوزرای امارت اسلامی تصویب شده است. انایتا اندر با شرح بیشتر. پس از فرسودگی پول افغانی در بازارهای کشور، بانک مرکزی افغانستان تصمیم گرفته که ارز دیجیتالی را جاگزین بانکنوت‌های افغانی کند. حسیب الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، با اشاره به ترویج ارز دیجیتالی میگوید که در سال 1404 راهبرد ترویج ارز دیجیتالی از سوی ریاست الوزرای امارت اسلامی تصویب شده و در حال تطبیق است. آقای نوری به خبرگزاری آفاق می‌افزاید که از آغاز سال تا کنون بیش از 66,000 کارت‌های FP یا دیجیتالی توزیع شده است. په دې کال کې څه باندې 6,000 FP کارتونه صادر شوي دي. زموږ غوښتنه له درنو هیوادوالو دا ده چې د دې کارتونو په اخیستلو سره د برېښنایي بانکوالۍ د ترویج برخه شي او په دې وسیله وتوانیږي چې د افغانۍ د بانکنوټونو د مندرج کېدو مخنیوی وشي او د برېښنایي بانکوالۍ په ترویج کې خپل ملي مسؤلیت ترسره کړي. با این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی استفاده و ترویج ارز دیجیتالی در کشور را در بخش حفظ پول افغانی در معاملات سودمند می‌دانند. آنان تاکید می‌کنند که استفاده از این ارز می‌تواند در معاملات بیرونی نیز مؤثر تمام شود. دلیل عمده که زیاد از پولهای نقد و بانکنوت‌های افغانی زودتر فرسوده میشه و حتی زنگ زده میشه چون اینا متداوم دست به دست میگردن، اما بانکداری دیجیتالی مانند پرداخت‌های موبایلی و انتقالات بانکی و کیف پولهای الکترونیکی مردم میتونه که بسیاری از معاملات خود بدون استفاده از پول نقد انجام بده. ځوانان کولای شي چې په انلاین ډول سره کاروبارو کې زیات فرصتونه ورته موجود کیږي او بل د افغانستان خلک بانکي حسابونه نه لري، نو د پیسو د ساتنو او د لیږد رالیږد لپاره ډیره اسانه لاره ده او که په سمه پوهه او قانوني چوکاټ او ښه ټکنالوژي موجوده وي نو د افغانستان اقتصاد ته یوه نوې لاره پرانیزي. این در حال است که بانک مرکزی افغانستان چند پیش بانکنوت‌های مندرس به ارزش 537 میلیون و 746 هزار افغانی که از زون غرب جمع‌آوری شده بود حریق کرد. و در خارج از کشور، در 16مین روز جنگ ایران و امریکا هنوز هم بحث‌هایی درباره وضعیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بالا است، اما دفتر نخست وزیری اسرائیل ادعاها در مورد کشته شدن او را تکذیب کرد. پس از حملات موشکی اخیر ایران، بحث‌های درباره وضعیت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده است. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در 10 ماه هوت اعلام کرده بود که پس از هدف قرار گرفتن دفتر نخست وزیر رژیم اسرائیل و محل استقرار فرمانده نیروی هوایی ارتش این رژیم، سرنوشت نتانیاهو در حاله از ابهام قرار گرفته است. پس از آن تاکنون نتانیاهو در رسانه‌ها ظاهر نشده و گزارش‌های در مورد احتمال کشته شدن او نشر شده است. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز ادعاهای منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی در مورد کشته شدن او در حملات ایران را تکذیب و آن را اخبار جعلی توصیف کرد. اما در 16مین روز رویارویی واشنگتن و تهران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی از نظر نظامی و اقتصادی شکست خورده است. تنگه هرمز که شاهرگ حیاتی برای عبور نفت جهان شناخته می شود، در اوج جنگ ایران و آمریکا خبرهای از بستن این گذرگاه برای عبور نفت منتشر شده و ایران بارها گفته که این تنگه را نبسته است. در همین حال ترامپ از کشورهایی که نفت خود را از طریق تنگه هرمز دریافت میکنند خواست مسئولیت حفاظت از این گذرگاه را بر عهده بگیرند. واشنگتن در این مسیر کمک بسیار زیادی خواهد کرد. امریکا با این کشورها برای تامین امنیت و باز نگه داشتن مسیر تنگی هرمز هماهنگی خواهد کرد تا روند عبور و انتقال نفت سریع، روان و بدون مشکل انجام شود. در مقابل عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از کشورهای منطقه خواست که نیروهای خارجی را از سرزمین‌هایشان بیرون کنند. به گفته وی تنها دغدغه و اولویت نیروی خارجی در کشورهای منطقه دفاع از اسرائیل است و ترامپ حتی از چین درخواست کرده که برای امن نگه داشتن تنگه هرمز به واشنگتن کمک کند.
چتر امنیتی که امریکا سالها آن را تبلیغ میکرد اکنون آشکار شده که پر از حفره است. چتری که نه تنها بازارنده نبوده بلکه عملا زمینه ساز تنش و بحران شده است. ایالات متحده اکنون ناچار شده و از کشورها حتی از چین درخواست کرده تا با واشنگتن برای امن نگه داشتن تنگی هرمز کمک کنند. در اوج جنگ و درگیری ایران و امریکا شماری از کشورها با نگرانی از بدتر شدن اوضاع منطقه از طرفهای درگیر خواستند که به این جنگ پایان دهند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درخواست نخست وزیر آلمان از تهران مبنی بر پایان دادن به جنگ را مضحک دانست و از او خواست که به جای ایران به عنوان کشوری که مورد تجاوز نظامی بدلیل قرار دارد باید از مهاجمان بی‌رحمی که مسئول بمباران و کشتار ایرانیان هستند چنین درخواست کند. سپاسگزاری میکنیم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان بسته خبر این ساعت میز خبر از آفاق. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.